این تایلا ترکیب ترموود و چمن مصنوعیه. شما هر جای خونه مثل تراس، روف گاردن بخواید میتونید ازش استفاده کنید، چون هم در مقابل نور آفتاب مقاومه، هم ضد آبه. از همه مهمتر شما میتونید توی خونه خودتون نصب بکنید، چون اینا فقط کلیکیه. پنل سبز آکاردئونی واسهتون آوردم تا 2 متر باز و بسته میشه، میتونید خیلی راحت توی تراس ازش استفاده کنید و یه تراس همیشه سبز و تمیزی داشته باشید. برگ‌های مختلفی داره، از همه مهمتر قیمتش خیلی خیلی مناسبه. غیر از این پنل‌های آکاردئونی، فنس چمن رولی هم داره که خیلی خیلی با مشابهش توی بازار فرق میکنه. ببینید این نمونه متفرقه است، این نمونه گامان تزیینه. تو نور آفتاب هیچ چیش نمیشه. توی آتش سوزی هم بیاین ببینید این متفرقه چه اتفاقی واسش میفته. وقتی که شعله میگیرید آتیش میگیره، ولی واسه گامان تزیین وقتی که شعله نزدیکش میشه آتیش میگیره، ولی وقتی که شعله رو ازش دور میکنی خاموش میشه. اگر دوست دارید یه دونه دیوار خاص توی محل کارتون داشته باشید، باید از این گرین والا استفاده کنید. کلی هم تنوع داره. حتما یه سر به پیج گامان تزیین بزنید.